سلام به همراهان همیشگی کانال مگا نیوز. به یکی دیگه از ویدیوهای ما خیلی خوش اومدید. قبل از هر چیز یادتون نره کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون رو درباره این ویدیو بنویسید. بعد از دستگیری میلاد حاتمی و فرار پویان مختاری و دنیا جهانبخت از ترکیه، اکنون تنش و ترس زیادی در بین سایت‌دارها ایجاد شده. در طی هفته‌های اخیر با کمرنگ شدن شاخه‌های مجازی می شود ترس و اضطراب را بین آنها حس کرد. پویان مختاری که دیگر تبلیغ سایت شرط بندی نمی کند و مدتی است که دیگر حتی استوری های زیادی نمی گذارد و خود را نشان نمی دهد. نیلی افشار که دیگر تبلیغ سایت شرط بندی را مثل پویان مختاری کنار گذاشته و دیگر خبری از تبلیغ سایت شرط بندی در استوری های مداوم نیلی افشار دیده نمی شود. میلاد حاتمی هم که در بازداشت به سر می برد، شنیده هایی به گوش می رسد که به زودی آزاد می شود. اما داوود غفاری ملقب به داوود هزینه که با گفتن جمله همه هزینه‌هات با منه به شهرت رسیده بود، برخلاف دیگر سایت‌دارها مخفی نشده اما تبلیغ سایت شرط بندی را نیز انجام نمی دهد. به گونه‌ای که در استوری های اخیر داوود غفاری ترس و اضطراب بسیاری در لحن و حرف زدن او حس می شود. او در استوری با ترس و اضطراب از جمهوری اسلامی می خواهد که او را بیخیال شود و با او کاری نداشته باشد و با تمجید و تعریف از دولت و مردم ترکیه قصد چاپلوسی ترک ها را دارد. در صحبت های داوود هزینه ترس و اضطراب موج می زند و مثل همیشه سعی در مخفی کردن آن دارد. اما چیزی که مشخص است حداقل در هفته گذشته عده زیادی از سایت‌دارها یا فرار کردند و یا کمرنگتر از قبل در فضای مجازی حضور دارند که در ویدیوی آینده به بررسی و علت این موضوع میپردازیم. با هم صحبت‌های داوود غفاری را میشنویم. میگید استوری بذار میذارم دیگه، بذار ذره میخوام هیجان بهتون وارد کنم از فردا پس فردا تو یکی دو روزه. نگران نباشین. چه خبر؟ چیکار میکنید؟ راستی میگید چی میگیرن چیو میگیرن؟ میگه پشست که بگیرن یا یک استوری میذاریم میگی چرا میذاری نمیذاریم. من میگن داوود بیس هویته. من با همه ملت‌ها دوستم، با همه کشورها دوستم، مخصوصا وطنم ترکیه، قلبم اینجا ملت منو دوست دارن، من ملت رو دوست دارم، اکسیژنشون رو دارم استفاده میکنم، از خاکشون استفاده میکنم، تو این کشور دارم مالیات میدم، کار کاسبی دارم. اونجوری نیست میگید میگیرن. اینو برای بدخواه گفتم که از این حرفا نزنن. همیشه آرزوی خوب برای هم کنید. من کاری نکردم که منو بگیرن. من تو این کشور بیزینس دارم میکنم، بیزینس منم. پس مواظب خودتون باشید تا بهتون بگم دنیا دست خدا. آخر کسانی که میشینن برای من چی میگن توییتر دروغین و به آبرو و حیثیت من بازی میکنن، در اسرع وقت وکیلان و آووکات، اینجا میگن آووکات، حتما رسیدگی میشه و تو دادگاه عدل ترکیه باید جواب همدیگر رو بدیم که تهمتایی که به من زدید، حرفایی که زدین، خواستین خودتون رو مشهور کنید، باید جواب پس بدین. تمام. من ایرانی فقط صحبت میکنم، من ایرانی نیستم. من یه ملیتم ترکه، یه ملتی هم این پایینه که اونو بهتون نمیگم کجاست، ولی یه ذرهشو بهتون نشون میدم. گرفتی چی شد؟ منو هیچکی کاری با هم نداره. حالا بذار لحظه خود کدوم کشوری؟ مغولستانم جای خوبی ها سرمایه گذاری. پاسپورت با 180 کشور میتونیم بریم ما. آفرین دمت گرم.
ولی سرمایه گذاری تو ترکیه کردن خیلی بهتره. ترکیه نامبر وان، چون واقعا اینجا همه چی اوکیه، هوا خوبه، آدم خوبه، انرژی مثبت، کشور دموکراسی، نامبر وان. اصلا نگم براتون، باید تو این کشور پولاتون رو بیارید سرمایه گذاری کنید. ترکیه یعنی نامبر وان. حمید جان شما چی پیشنهاد میکنی؟ والا به نظر من ترکیه جای خیلی خوبیه. یعنی حلالشون باشه از کوچیک تا بزرگشون. من که راضیم، هر کی ناراضیه بره گم شه. نوبتی هم باشه نوبت مسئولان عزیز جمهوری اسلامی. آقا ما مگه سیاسیم؟ ما مگه آدم بدی هستیم که همش میشینید تو این رسانه ها چیزای بد در مورد ما میگید و نمیدونم اینترپول میکنید و این حرفا؟ چرا خودتون انقدر کوچیک میکنید؟ چرا؟ اصلا چیکار دارید با من؟ چیکار دارید؟ ها؟ چیکار دارید با من؟ باید بیام ایران؟ باید بیدید بگیرم بیام بکشینم بیام بکنید زندان منو؟ چرا؟ به چی دارید؟ چون تو این اینستاگرام لختم یا مثلا چون دوست دخترم معلوم بوده یا نمیدونم 4 تا تبلیغ حالا دیدی؟ ها؟ از سر من بردارید، بذارید من با مردم صفا کنم. منو دارید سیاسی دارید میکنید و بلم کنید، بذارید زندگی میکنم. اون ویدیویی که من تو ایران باش معروف شدم، تو ایران، اگه تو آمریکا باش معروف شده بودم رئیس جمهورم میومد با مکس میگرفت، میگفت مثلا این دیالوگو از کجا آوردی همه هزینه‌ها رو؟ مثلا چی شد که یه شبه اینقدر معروف شدی؟ 80 میلیون ایرانی من میشناسن، صدامو میشناسن، اصلا فیسو بریش کن، صدام بیاد میگن داوود هزینه است. یه کاری کردید اومدیم اینور، کشورمون رفت، وطنمون رفت، الان باز میخوایم ما رو بگیرید پس بیارید. نمیتونی بگیری. گرفتی چی شد؟ من اصلا با پاس ایران جایی نمیرم که بخوای رو پاس ایران منو بگیرید. اصلا پاس ایرانی من ندارم، من ترکم، من یه ملیت دیگه دارم، ترک وطنم، اینجا کشورمه. گرفتی؟ خودتون خسته نکنید بشینید برای خودتون حواس مردم رو پرت کنید، نمیدونم یا اینا الان اینا بلن. بس دیگه ولمون کنید دیگه. جا ما مکانمونم معلومه، اینجا کسی خواست بیاد دنبالمون. من اینجا رستوران دارم، آرایشگاه دارم، 20 تا 30 تا واحد اینجا خونه دارم. بیاین اینجا همه منو میشناسن. شب تو تلگرام، نمیدونم تو خبر فوری، نمیدونم تو شبکه 2 23 اون یکی فلان. شلوغ کاری نکنید دیگه. کاری که میخواین انجام بدید انجام بدید. آدمو مطلع نکنید که میخواین کاری کنید. بی اطلاع بیاین کارتون انجام بدید، تونستید ببرید. من ببرید ایران چیکار؟ نهایت آخرش من نگرفتید، من میخواین اعدام کنید دیگه. خودتون خراب میشید دنیا. من که بهترین زندگیو کردم، پادشاهی زندگی کردم. حالا الان بمیرم چه 10 20 سال دیگه هیچ فرقی نداره، ولی کلا مثلا سریع تو مجلسم دادید تصویب کردن مفسد فی الارض، یا میخواین تا آخر اون تو زندان نگه دارید شبیه میلای زندان شم، یا میخواین اعدام کنید. بالاتر از این نیست که کار انجام بدید. این نه این تو تلویزیون حرف بزنید، اونور حرف بزنید فلان، 4 تا منگول هم بیان حرفای شما رو تایید کنن تو اینستاگرام، مردم بیان ببینن اونا رو هم دارید چونشون گنده میکنید. کاری که میخواین انجام بدید و بدید. هیچ شطرنجی نکنید، تار نکنید. قرآن ما چرا باید بیایم خارج از کشور زندگی کنیم؟ به خاطر 4 تا شماست. مملکت رو گرفتید دستتون، همه ما رو. من که حالا خیلی کوچیکم، 100 تا پروفسور و خالیفسور و نامبروان شما فراری دادید. بعد خودتون فراری میدید، خودتون هم میخوایم بگیرید ما رو بیارید. بابا اینقدر هستن اصلا به ما نوبت نمیرسه. اصلا خسته شدم. میدونی چرا این استوریا رو گذاشتم؟ هی میام تو دایرکت حرفای مردم بهم برمیخوره، گرفتنت، بردنت، آوردنت، ایشالله اعدامت کنن. بابا شما مردممونم بددل کردین. بس دیگه، درشو بذارید دیگه. درشو نمیذارید بیاین کارتون رو انجام بدید، برید دنبال زندگیتون. مثلا در مورد شما بخوام حرف بزنم، یه فوش ناموس میدم، مثلا یه دفعه بیادب میشم همه رو فوش میدم. من خودتون که میدونید این کارا یفه میکنم، ولی مؤدبانه هی به مردم جو ندید، مردمم بیاد انرژی بعد به ما انتقال بدن. میدونید که ما یه این اینستاگرام داریم، این روزا اصلا یادم نمیره، این روزای تخماتی که اصلا دایرکت های مردم نمیدونم فلان، اصلا اینقدر حجم این اینستاگرام سنگین شده، انگار مثلا یه شیطان تو گوشیه، انگار یه چیزی
هست انگار یه جوری هن. مردم هم یه جوری کردید بعد اونها هم انرژی های بد دارن به ما تزریق میکنن میدونی مثلا حرفای چرت و پرت نشدنی. آقا این کشور جزو اروپاه، اینو تو سرتون بکنید. مردم این کشور، دولت مدارای این کشور آدمای درست حسابی هن. سر نمیدونم این اینستاگرام کسی و کسی نمیدن یارو برداره تناب دور گردنش بندازه. شما دارید ترکیه رو هم میبرید زیر سوال با رفتاراتون، با حرفاتون. به قرآن اینو جدی دارم میگم، اینجا کشور آزادیه، اینجا هیچکی با هیچکی کاری نداره، همه دارن قشنگ زندگی میکنن. شما دستتون کردید تو چون 4 تا اینستاگرامی میخوایم بگیرید جونشون بگیرید، بگید سلطان فلان بود، سلطان فلانو کشتیم، بعد مردم میگن واو چقدر شما آدمای خوبی هستی. اول از خودتون شروع کنید، یه 200 300 400 500 تاتون اعدام کنید ما ببینیم. تو دستگاه غذا، تو دستگاه نهار، تو دستگاه شام، تو هر چی خیلی شما فساد کردید تو دستگاه بانکیتون، ما ببینیم. بعد ما خود مختار میایم اصلا تنها با همین بالا خودم آویزون میکنم، یه لایو میذارم تمامش کنم میره، میگم اینم به عشق بچهای داخل که دوست داشتن ما رو بکشن، ما هم یه سلطان تو خونه خودمون میکشیم. بذارید درشوی من آروم صحبت میکنم، این اینستاگرام یه ذره من تون صحبت میکنم پاک میکنه دیگه. توضیح در سوری قبلی که گذاشتم یکی از دوستان گذاشته بود، این کارمند بانک پارسیان و قیافش اینجوریه، این خیلی دوستش مثلا با ما لایف تو لایف بذاره. اون قدیم و تازه میمد میگفت من و وحید خزایی دعوامون ساختگی بوده یا مثلا داریم ملت رو سرگرم میکنیم. من به این پا ندادم. 4 تا تازه به دوران رسیده تو اینستاگرام با این لایف تو لایف میذارن، مثلا به این دارن بها میدن. اونایی هم که با این لایف تو لایف میذارن از خود این پلشترن، یعنی جفتشون پلشتن، حالا چه دختراش چه پسراش. اونا هم یه مون شادمه هیچی نداره مثل اینه. این ولی خیلی قصر داره در میره، مفت و مجانی داره به آبروی همه رو میبره و خودشو معروف کنه. حالا ایشی که اینا رو نمیشناسه ولی کلا تو لایو مردم میاد یارو کمبودشو داره این پلش ازش سوال جواب کنه، اونم جواب بده، یا الکی اسم دختر بیارم بگم ما با این بودیم، این بگه ما با اون بودیم، مثلا حاشیه بشه. واقعا متاسفم.